رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در تاجیکستان سندی نوی حکم اجرا گرفت که بانی اتوی تفتیشاتی اجازه می‌دهد از این پس بر اساس ویدیو و یا اطلاعی که در اینترنت نشر شده است کسی را به جوابگری جنایی بکشند و جزا بدهند. بر اساس کدکس اصلاح شده مرافعه جنایتی که آخر ماه گذشته حکم اجرا گرفت، من بعد اطلاعات در اینترنت هم می‌تواند سبب و اساس برای باز کردن پرونده جنایتی شود. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. درود بر شما. خب اول درباره تغییرات در کدکس مذکور جزئیات می‌دادید. تشکر شهلا. سلام بیننده ارجمند. در قانون درباره تغییر و علاوه ها به کدکس مرافعه جنایتی تاجیکستان که مجلس ملی روز 16 دکبر قبول کرد آمده است به ماده 144 کدکس که تا حال فقط اطلاع در رسانه‌ها از جمله نشریه، تلویزیون، رادیو را برای باز کردن پرونده سبب و اساس می‌دانست کلمه اینترنت هم اضافه کرده شود. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که مقصد از اصلاح مطابق کردن کدکس و طلبات قانون‌های دیگری تاجیکستان است و تغییرات برای پیشبرد سری وقتی تفتیش پرونده‌های جنایتی مساعدت می‌کند. ولی آنگونه که می‌دانیم شهلا تا زمان قبول این قانون هم در تاجیکستان افراد زیادی را بعد نشر ویدیو یا عکس به جوابگری جنایی می‌کشیدند و یا جریمه می‌بستند. نمونه از آن سرنوشت مأمور اجرای امرهای دادگاه از ناحیه وخش سید نوریدین صدرالدین زاده است که سال 2021 با یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواست به دادش برسد، ولی خودش را با اتهام تحقیر و تهمت به پرزیدنت و تحقیر نماینده حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کردند و تا به دادگاه قانونی اساسی یا سود کانستیتوسیونی تاجیکستان هم شکایت برد، ولی در اینجا هم شکایتش را رد کردند. پس مفهوم این تغییرات چی هست و عاقبت‌های آن برای جامعه چی بوده می‌تواند؟ شالا واقعا ما عین سوال را از حقوق شناسان پرسیدیم. مثلا پروفسور و حقوق شناسی شناخته تاجیک شاکرجان حکیموف به ما گفت که ظاهرا وکیلان تاجیک کدکس را با نظر داشت پیشرفت تکنولوژی‌های مخابراتی از جمله اینترنت اصلاح کردند و روزی 17 انور به ما گفت مثلا یک راهگذر یا من و شما حادثه را به نوار گرفتیم و ضرور دانستیم که دیگران هم آن را بدانند و در اینترنت مثلا در فیسبوک گذاشتیم. جامعه آن را دید، ناراحت و یا نگران شد. آنگاه پروکورور و دیگران اساس حقوقی یا سبب می‌یابند که بر اساس این ویدیو اگر البته در ترکیب آن جنایت باشد پرونده باز کنند. اما این نگرانی هم هست که از این پس کار مقامات تاجیکستان در تعقیب و جزا دادن دیگر اندیشان یا مخالفان حکومت آسان‌تر می شود. مثلا به قول جمشید یاروف وکیل دفاع مقیم اروپا که با صحبت داشتیم، تغییر در کدکس مرافعه جنایتی تاجیکستان دستی مقامات را برای تعقیب منتقدان و آنهایی که مقامات خوش ندارند بازتر می‌کند و طوری که می‌دونیم حکومت تاجیکستان تا چند سال اخیر برای محدود کردن حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان پیوسته تنقید می‌شود. تنها در سال گذشته در کشور 7 بلاگر و روزنامه‌نگار را دستگیر کردند و با اتهامات گوناگون از جمله از 7 تا به 21 ساله زندان محکوم کردند. آنهایی را که فقط در شبکه‌های اجتماعی نظر خود را می‌نوشتند و یا مشکلات جامعه را انعکاس می‌کردند، مفتشان به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند. تشکر برای صحبت فراگیر.